نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. همچنان با شما هستیم با بررسی آیات وارده در کلام الله مجید در موضوع حج. آیاتی که از حج سخن میگن و صحبت میکنن. از مشهورترین آیاتی که در موضوع حج در کلام الله مجید وارد شده و از مهمترین آیاتی که در شکل برگزاری حج و مناسک حج به اونها استدلال میشه آیات 196 تا 203 از سوره مبارکه بقره است. آیاتی که قرار گرفتن این آیات در بعد از آیات رمضان و روزه که از آیه 182 تا آیه 187 قرار گرفتن ترتیب زمانی حج رو هم برای ما نشان میده و عظمت کلام الله مجید و ترتیب عجیب آیات. در سوره مبارکه بقره از آیه 182 تا 87 در مورد رمضان صحبت میشه و از 187 باز تا 196 که آیات حج اتفاق میفته و بیان میشه. حدوداً 9 آیه فاصله بین اینها گویی که فاصله بین رمضان تا حج رو برای ما معرفی میکنه. در بین این آیات آیه معروف و یسألونک عن الاهله رو داریم، آیه 189 که درباره ماه، درباره میفرماید الله متعال از تو درباره ماه میپرسند و هلال ماه بگو که این شکل‌های مختلف ماه مواقیت للناس، یک سری تقویم هایی است، وسیله برای شناخت وقت برای مردم. قل هی مواقیت للناس والحج، برای مردم یک تقویمیه و برای شناخت وقت حج. و ما میدونیم که در ایام حج ما ماه‌های حرامی هم داریم که الله تعالی در این ماه‌ها جنگ کردن رو هم منع کرده تا مقدمه‌ای باشه برای حج. و باز هم در خلال همین آیات ما قبل از آیات حج آیه 190 ما سوره مبارکه بقره رو داریم که درباره جهاد صحبت میکنه و بعد از اون آیه میرسیم باز به موضوع حج. گویی که حج تمرینیه برای جهاد، چون ما بعد از آیات حج هم باز آیات جهاد رو در سوره مبارکه بقره داریم. حج خودش یک جهاده، یک تمرینه. و در آیه 196 الله متعال وقتی که درباره حج و عمره صحبت می‌فرمایند و بیشتر خلال این آیات موضوع صحبت درباره حج است و شکل اجرایی حج، درس‌های مختلفی در این
آیات نهفته است، چه درس هایی که جانب فقهی داره و عملی داره که باید این گونه حج انجام بشه، چه درس هایی که جانب اعتقادی داره و چه درس هایی که جانب اخلاقی حج و اجتماعی حج رو مد نظر داره. در آیه 196 از سوره مبارکه بقره این گونه میخوانیم که الله متعال میفرماید در آیه 196 بعد از این که در آیه 194 از ماه‌های حرام هم صحبت میکنه که نباید در ماه‌های حرام جهاد هجومی صورت بگیره تا مسیرها امن باشه، تا همه چی برای حج فراهم بشه. ما میدونیم که ماه‌های حج خود ماه ذوالقعده از ماه‌های حرام هست، ماه ذوالحجه از ماه‌های حرام هست و یک ماه بعدش هم حتی، تا حاجیان به راحتی بیان حج کنن و برگردن. یک ماه قبل از حج، یک ماه بعد از حج و ماه خود حج ماه‌های حرامن تا کل این بستر فراهم بشه برای حج. در ماه‌های حرام جهاد هجومی جایز نیست، فقط برای دفاع کسایی که مورد هجوم قرار میگیرن حق دارن دفاع بکنن. بعد از ذکر این ماه‌های حرام، کلمه حرام و ماه‌های حرام در آیه 194 دو آیه بعد الله متعال بعد از بیان انفاق در راه الله تعالی در آیه 196 میفرماید که و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره رو فقط به خاطر الله تعالی انجام بدید. و اتم الحج، حج رو کامل کنید، تمامش کنید. یعنی عبادتی که شروع میکنید باید کامل بشه، وقتی شروع کردید دیگه باید تکمیلش کنید. و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره، حج جداست، عمره جداست. حج عمره رو فقط به خاطر الله تعالی انجام بدید، نیت خالصانه به خاطر الله. هدف از حج نباید این باشه که مردم من میگن حاجی، من میرم حج تو اسم حج حاجی پشت سر من قرار بگیره. هدف از حج نباید ریاکاری باشه. هدف از حج نباید هدف فریب مردم باشه که من برم حج برگردم بگم فلانی رفته حج آدم خوبی بپس، بگم به خاطر اینکه وجهه اجتماعی پیدا کنم. نه. و اتم الحج والعمره لله، هدف اصلی از حج رضایت الله تعالی است و همچنین عمره. فقط به خاطر کسب رضایت الله تعالی باید این کار انجام بشه و باید به تمام و کمال انجام بشه. چطور به تمام و کمال انجام میشه حج و عمره؟ وقتی که مطابق با سنت رسول صلی الله علیه و سلم، همونطور که فرمود خذوا عنی مناسککم، از من یاد بگیرید مناسک حج. و اتم الحج والعمره لله، شما کامل کنید حج و عمره رو به خاطر الله تعالی و بلش نکنید. اما خب اگر جایی کسی حرکت کرد به سمت حج و عمره، احرام بست، حرکت کرد، در بین راه مشکلی پیش اومد، نتونست تکمیلش کنه، فإن احصرتم، اگر حصر شدید با حجمی و صاد، یعنی منع شدید، شما رو منع کرد یک دلیلی. حالا این دلیل میتونه مریضی های جسمی خود انسان باشه، شرایط خود انسان، اتفاقی براش میفته نمیتونه ادامه بده، یا از طرف دیگرانه، ویزا صادر نمیشه براش، یا مشکلی پیدا میشه، یا کسی ظالمی جلوی راهشو میگیره، یا تهدید میکنن، یا هر دلیلی نمیتونه بره، منع میشه از راه، چه حج چه عمره. مثل رسول صلی الله علیه و سلم که نیت عمره داشتن، در فتح حدیبیه رفتن، کفار جلوشون گرفتن، نگذاشتن برن. فإن احصرتم، اگر منع شدید از حج و یا عمره، فما استیسر من الهدی، آنچه که میسر از قربانی برای شما قربانی کنید، از احرام بیایید بیرون. این معنایی. حالا کسی حرکت کرد و نتونست چیکار باید بکنه؟ یک قربانی میکنه. حالا این قربانی هدی یعنی قربانی حالا یا گاوه یا شتر یا گوسفند قربانی میکنه، میاره، برمیگرد، سرشو میتراشه، اگر احرام پوشیده قربانیش انجام میده، همونجا برمیگرده. همون کاری که رسول صلی الله علیه و سلم کردن در حدیبیه. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. این مال کسی بود که منع شد. حالا کسی که ادامه میده، موهاتون رو کوتاه نکنید، ولا تحلقوا رؤوسکم، سرتون رو نتراشید، حتی یبلغ
هدی محله، تا اون لحظه که قربانی به قربانگاه میرسه سرتون رو نمیتراشید. اینا جز احکام اجرایی حج. حاجی حق نداره که موهاشو کوتاه کنه وقتی که احرام میپوشه، حرکت میکنه، و یا کسی که عمره میکنه. عمره به تنهایی خودش هدیه نداره، اما حاجی و یا عمره‌ای که به همراه حج میشه، این شخص قربانی باید انجام بده، اما این قربانی رو باید بگذاره تا به قربانگاه برسه و سر رو قبل از قربانی نباید بتراش. ترتیبش این گونه: ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محل. و سر رو هم همیشه، حالا چه کسی که من میشه چه کسی که حج رو انجام میده، بعد از کشته شدن قربانی سر تراشیده میشه. فمن کان منکم مریضا، اگر کسی از شما مریض بود، او به اذى، یا آزاری من رأسه در سرش داشت. الان حکم اصلی اینه که مو نباید تراشیده بشه تا مراسم، تا قربانی در قربانگاه برسه و کشته بشه، بعد سر میتراشن حاجی‌ها. حالا کسی قبل از این وقت مجبور شد که سرشو بتراشه، الان حالا چه به خاطر مریضی که داشت، یا به تعبیر قرآنی یک بیماری در سرش، بیماری پوستی داره، یا به هر مشکلی پیدا میکنه، مجبور میشه بتراشه. الان چیکار باید بکنه؟ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک. یک این سه تا انتخاب کنه، سرشو بتراشه، حالا فدیه بده. فدیه چی میشه این فدیه؟ یا 3 روز روزه میگیره. اینجا فقط روزه ذکر شد، تعدادش روزهاش در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شد. 3 روز روزه میگیره، یا در ادامه فرمود او صدقه، یا صدقه میده و حضرت فرمود که 6 تا مسکین رو غذا بده. یا نسک در اصل این عبادت، اما اینجا مراد از عبادت قربانی است. کسی که قبل از کشتن قربانی مجبور میشه سرش رو به هر دلیلی بتراشه، یا 3 روز روزه بگیره، یا 6 تا مسکین رو غذا بده، یا اینکه یک قربانی رو قربانی بکنه. این برای کسی که قبل از اون تاریخ مشخص کشته شدن قربانی در روز عید قربان، این شخص موهای خودش رو میتراشه، حاجی. فاذا امنتم، اما اگر در امان بودید از منع دشمن، برای دارید میرید برای حج، فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که بهره مند میشه به عمره به سوی حج، جمع میکنه بین عمره و حج، عمره میکنه بعد میخواد حج بکنه. فما استیسر من الهدی، هرچی که میسر از قربانی این انجام بده به شکرانه این نعمتی که الله تعالی بود داد. عمره و حج رو با هم انجام بده. حجاج وقتی که میرن غالبا عمره میکنن، از احرام در میان، بعد ایام حج که رسیدن دوباره احرام میپوشن و ایام حجشون رو انجام میدن. این نمونه حج رو که به همراه عمره و حج رو با هم جمع میکنه با خودش، بهش میگن حج تمتع. حج تمتع. عمره میکنه، از لباس احرام در میاد، بعد میره در روز 8 ذوالحجه احرام میپوشه، میره منا و مشاعر مقدسه و حجش رو تمام میکنه. اینو میگن حج تمتع و بعدش قربانی انجام میده. شکل دیگه ای هم داره این شکل که عمره انجام میده، از احرام نمیاد بیرون، با همین احرام نگه میداره خودش رو تا ایام حج. این هم بعدش قربانی میکنه. جمع بین عمره و حج، حالا چه از احرام خارج بشه بعدش، چه خارج نشه. اگه خارج بشه و حج کنه بهش میگن تمتع، حج تمتع. اگه خارج نشه و حج کنه بهش میگن حج قران که سخت هست، چون احرام خودش دستبال انسانو میبنده و در طول این مدت همیشه باید احرام داشته باشه و محظورات احرام هم هست. و اگر به تنهایی فقط حج بکنه عمره انجام نده بهش میگن حج فرادا. این انواع حج در کتب فقهی به تفصیل بیان میشه. اینجا اشاره به اون کسانی داره که عمره و حج رو انجام میدن، به شکرانه عمره و حجشون این قربانی رو انجام میدن. فمن لم یجد، اما اگر کسی که عمره و حج انجام داد با هم در یک سفر نیافت قربانی، استطاعت مالیش نمیکشید که قربانی انجام بده، که بهتر این قربانی در روز عید قربان کشته بشه، فصیام 3 ایام فی الحج، پس 3 روز
در ایام حج، در اون ایام حج، اون موقع که در مکه مکرمه است، این شخص 3 روز اونجا روزه میگیره. و 7 اذا رجعتم، و 7 روز هم وقتی که برگشت به سرزمین خودش. تلک 10 کامل، این میشه یک 10 روز کامل. این تلک 10 کامله به خاطر این اینجا ذکر میشه که اون توهم ایجاد نشه که شخص مختاره که 3 روز در مکه روزه بگیره یا 7 روز در خانه. نه، 3 روز اینجا، 7 روز اونجا، که مجموعش میشه 10 روز. کسی که توانایی قربانی نداره، حاجی که میره به حج و میخواد حج تمتع بکنه یا قران، یعنی جمع بکنه بین عمره و حج، حالا چه از احرام بعد از عمره خارج بشه، چه از احرام خارج نشه، این شخصی که بین عمره و حج جمع کرده باید قربانی بکنه. استطاعت نداره، میتونه 3 روز در ایام حج که بهتره قبل از روز عرفات این اتفاق بیفته یا در روزهای دوم سوم بعد از عید، و یا اینکه 3 روز اینجا روزه میگیره، 7 روز رو وقتی که برگشت که میشه 10 روز. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، این حکم برای کسانی است که ساکن حرم مکی نیستن، در مکه زندگی نمی کنن. کسانی که در مکه زندگی می کنن اونها نمیتونن که عمره و حج رو با هم جمع کنن، اونها فقط حج مفرد دارن، فقط حجشون فراداست و قربانی هم نمی کنن. این حکم فقط برای کسانی است که غیر مکه هستند. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، اینجا مسجد الحرام مراد مکه مکرمه است و محدوده حرم. کسانی که این حکم برای کسانی است که اهلشون در مسجد الحرام نیستن، در مکه نیستن، یعنی اینکه جز اهل مکه نیستن. اینها اهل مکه نیاز به این چیزا ندارن و گفته میشه چون اهل مکه فقها گفتن همیشه در کنار کعبه هستن و طواف میکنن، اونها دیگه نیازی نیست که عمره انجام بدن و جمع بکنن بین عمره و حج. و حکمت‌های فراوانی که الله متعال بهتر میدونه. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، بترسید از الله تعالی و بدانید که الله تعالی عقابش، گرفتش بسیار سخته. ذکر این تعبیر در پایان این آیه که مرتبط به حج و عمره هست اشاره به این داره که این فرصت‌های رخصتی که به شما داده شده، بترسید از الله تعالی، سوء استفاده نکنید. اگر گفته میشه که مثلا شما استطاعت قربانی ندارید، برای کسی که حج عمره رو با هم جمع کرده 3 روز در ایام حج و 10 روز بعداً روزه بگیره، یا کسی که در سرش مشکلی هست یا مریض هست، موی خودش رو مجبور میشه بتراشه قبل از موعدش، اون آدم میتونه که روزه بگیره یا قربانی بکنه. از این احکام سوء استفاده نکنید. به عنوان مثال چطور سوء استفاده میشه از این احکام؟ الان گفته شد کسی که حج عمره رو با هم جمع میکنه باید قربانی بکنه. خب یکی بیاد بگه که من تواناییشو ندارم، 3 روز روزه میگیرم در حج، 7 روزم برگشتم خونه روزه میگیرم، میشه 10 روز. همین آقا، همین شخص وقتی که میره در بازار، میبینید برای خرید سوغاتی و برای خرید این و اون و امکانات و یادگاری ها پول داره، چندین برابره قیمت قربانی هم، اونجا پول داره خرج بکنه. اما وقتی که به قربانی میرسه احساس میکنه و خبر شده که اگر کسی نداشت، توانایی نداشت، میتونه که 3 روز اینجا روزه بگیره، 7 روز اونجا، و ثواب همون کسانی که قربانی کردن رو هم میگیره وقتی واقعا نداشته باشه. بیاد و سوء استفاده بکنه، بگه خب من ندارم، جای دیگه خرج بکنه پولش رو که من ندارم، تا بخواد از زیر بار قربانی فرار بکنه. مواظب باشید سوء استفاده نکنید. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، مواظب باشید که الله تعالی گرفتش خیلی سخته. این تعبیر در پایان آیه اشاره به این داره که این سهلگیری ها و آسانگیری هایی که در وسط آیه و احکام ذکر شد رو سوء استفاده نکنه کسی.
این آیه، خلاصه محتوای این آیه این هست که اولا شما حج رو با اخلاص انجام بدید و فقط به خاطر الله تعالی باید انجام بشه و به صورت تمام و کمال با اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهج ایشون و طبق یک قاعده و ضوابط خاصی باید انجام بشه. یک قوانین نظم خاص خودش رو داره، یک ترتیب‌های زمانی و مکانی خاص خودش رو داره و در کنار اینکه آسانگیری‌هایی هم هست. الله تعالی همه شرایط رو در نظر گرفته برای شما. امکانات اصل قانونش این هست، اما اگر کسی نمیتونست این کار رو بکنه، این کار باید انجام بشه، کسی نتونست، جایگزینش اینه. این اولین آیه است که در مجموعه آیات 196 به بعد از سوره مبارکه بقره که مجموعه مهمی از آیات حج هستند و احکام حج در اون بیان میشه، این مجموعه این اولین آیه است که به همراه شما عزیزان فقط به صورت بسیار مختصر و گذرا بهش اشاره کردیم و ان شاء الله در برنامه بعد این مسیر رو ادامه خواهیم داد. آیه 197 از این سوره رو، آیه بعدی این آیه که الان صحبت کردیم رو ان شاء الله تا آیات بعدی تمام بشه ان شاء الله این مسیر رو ادامه خواهیم داد و بررسی خواهیم کرد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسات قبل مطالبی را درباره مواقیت زمانی و مکانی حج خدمت شما بیان کردم. در این جلسه انشاءالله میپردازیم به بیان ارکان حج. ارکان اصلی و فرایض حج، یعنی اصلی ترین اعمالی که در حج انجام میگیرند و اهمیت بیشتری را دارند که اگر فردی این اعمال را ترک بکند حجش باطل می شود. این موارد به عنوان رکن شناخته می شوند، یعنی ارکان و فرایض حج. از دیدگاه عموم فقها ارکان حج و فرایض حج 4 چیز هستند. اول احرام هست، دوم وقوف به عرفه هست، یعنی این که در روز 9 در میدان عرفات باید حاضر باشند و وقتشان را اونجا سپری بکنند. رکن سومی طواف افاضه هست،
بعد از این که در روز عید و یوم النحر از مزدلفه به منی برمیگردند و از منی دوباره به مسجد الحرام میروند و این طواف افاضه را انجام میدهند. و رکن چهارم سعی بین صفا و مروه هست. این 4 مورد معروف هستند به ارکان حج: احرام، وقوف در عرفه، طواف افاضه و همچنین سعی بین صفا و مروه، که انشاءالله در ادامه برنامه و جلسات بعد مطالب مفصلی رو در مورد هر یکی از این ارکان انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. همان گونه که قبلا اشاره کردم، این دیدگاه جمهور فقها هست که معتقدند حج 4 رکن دارد که عبارت هستند از همین مواردی که من خدمت شما برشمردم. اضافه بر این فقهای شافعی مذهب معتقدند که فراتر از این 4 رکن 2 رکن دیگر هم وجود دارد که عبارتند از حلق یا تقصیر، یعنی تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن موی سر، و همچنین ترتیب، یعنی مراعات کردن ترتیب در میان این ارکان. پس بنابراین در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه ارکان حج اضافه بر 4 مورد 2 مورد دیگر به آنها اضافه می شود و مجموعاً 6 مورد حساب می شوند. و در هنگام حج انسان حاجی باید به این مواردی که از نظر فقه اسلامی به عنوان رکن تعریف شدند باید انسان اهمیت بیشتری را قائل باشد، زیرا انجام ندادن این موارد یا باطل شدن هر یکی از این موارد منجر می شود به باطل شدن حج. درباره احرام که اولین رکن هست در باب حج، احرام از نظر معنی لغوی یعنی منع و بازداشتن. ما این تعبیر را همان گونه که در حج داریم میگوییم احرام، مشابه این تعبیر را ما در نماز هم داریم. مثلا میگوییم تکبیر تحریمه، دقیقا همین تعبیری هست که در باب حج به عنوان احرام از اون یاد می شود. احرام به معنی منع هست و از نظر شرعی یعنی نیت ورود در مناسک حج، نیت کردن آغاز حج، این می شود احرام. احرام همان گونه که من عرض کردم دقیقاً مانند تکبیر تحریمه هست، به معنی منع کردن و بازداشتن. ما زمانی که در نماز تکبیر تحریمه رو میگوییم یعنی این که اعمالی که قبل از نماز برای ما مباح بود بعد از تکبیر تحریمه دیگر حرام هست. اعمالی که جایز بود قبل از تکبیر تحریمه می توانستیم انجام بدهیم، بعد از تکبیر تحریمه نمی توانیم اون کارها را انجام بدهیم. سخن گفتن، خوردن، نوشیدن، راه رفتن، تمام این موارد قبل از تکبیر تحریمه جایز بود، اما به مجرد این که ما گفتیم الله اکبر و تکبیر تحریمه را بر زبان آوردیم یعنی این که این موارد را ما بر خودمان ممنوع کردیم. در باب حج هم با احرام بستن و با نیت شروع مناسک حج و اعمال حج در واقع ما بسیاری از چیزها را بر خودمون حرام کردیم. بسیاری از موارد قبل از این برای ما حلال بود، اما با احرام دیگر یک احکام دیگری برای ما آغاز می شود که به عنوان محظورات احرام هستند که باید از اونها پرهیز بکنیم، که من درباره محظورات احرام انشاءالله در جلسات آینده خدمت شما توضیحاتی را خواهم داد. از نظر شرعی و تعریف فقهی احرام همان گونه که عرض کردم یعنی نیت کردن برای آغاز حج یا عمره، و این نیت در تمام اعمال و در تمام عبادات
کار قلب هست. یعنی زبان شما نیت نمی کند، فقط و فقط قلب شما هست که نیت می کند. نیت جزو کارهایی هست که باید با قلب انجام بگیرد. اگر این نیت شما فقط نیت زبانی باشد، تلفظ زبانی باشد، چون این نیتی معتبر نیست در باب نماز، در باب روزه و در باب بقیه عبادات. و همچنین در باب حج هم اصل نیت با قلب هست. شما با قلب خودتان نیت میکنید که از این لحظه به بعد من حجم و اعمال حج یا عمرم آغاز شده و با این نیت در واقع اموری که قبلا برای شما حلال بود از این به بعد حرام میگردد. برای نیت حج اشکال ندارد که انسان این جمله رو بر زبان بیاورد، مثلا بگوید لبیک حجا یا لبیک عمرتا، یا مثلا وقتی که نیت حج و عمره را با هم دارد میگوید که لبیک حجا و عمرتا متمتعا بها الی الحج. به هر نحوی که میخواهد نیت بکند. اگر فقط نیت عمره هست میگوید لبیک عمرتا، اگر فقط نیت حج هست میگوید لبیک حجا. اگر نیت حج و عمره هست در یک احرامی و با هم میخواهد که نیت بکند میگوید لبیک حجا و عمرتا یا مثلا متمتعا بها الی الحج. این روش نیت هست که اساساً با قلب هست در باب حج، چون که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، اشکالی ندارد که انسان با زبان هم این جمله را تکرار بکند. پس بنابراین معنی احرام این هست که مواردی قبلا برای ما حلال بوده می توانستیم انجام بدهیم، با نیت حج این اعمال دیگر برای ما حرام می شود. یک سری ممنوعیاتی برای ما تعیین می گردد که این کارها ممنوع خواهند شد و ما نباید چنین کارهایی را انجام بدهیم. انسان زمانی که احرام را آغاز می کند، حتی از لباسی که قبلا برایش مباح بود و آن را می پوشید، از آن لباس هم باید بیرون بیاید و یک لباس خاص و ویژه‌ای را باید بر تن بکند. به این معنی هست که انسان مسلمان در هنگام احرام باید اون لباسی را که یادآور گناه بوده، یادآور معصیت بوده، یا لباسی را که زمینه ساز تکبر هست یا انگیزه تکبر را در قلب ما ایجاد می کند، آن لباس را باید از تن خودمان بیرون بکنیم و تمام حجاج و تمام معتمرین باید لباس یک رنگ و یک دستی را باید بپوشند. پس بنابراین زمانی که شما احرام را پوشیدید، لباس ظاهری خودتان را عوض کردید و این لباس سفید و یک دست و یک رنگ را پوشیدید، پس باید سعی بکنید که قلب خودتان را، درون خودتان را هم مانند ظاهرتان و مانند لباس احرام باید پاک و صاف و یک دست و یک رنگ بگردانید. و قطعا هم اگر شما سعی بکنید که این حج را آنگونه که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند انجام بدهید و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی بکنید، مطمئن باشید که ان شاء الله هنگامی که حجتان تمام می شود و حج مبروری را انجام بدهید، مطمئناً قلب شما و درون شما هم مانند همین لباس سفید خواهد شد. تمامی گناهانی را که انجام دادید از نامه اعمال شما انشاءالله پاک و صاف خواهد شد. امیدوار هستم که الله متعال حج شما را به درگاه خودش بپذیرد و این حج را سبب کفاره شدن تمامی گناهان شما انشاءالله بگرداند. تا برنامه دیگر که مطالبی دیگر رو در این زمینه خدمت شما عرض می کنم، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. نداء الحق صوت قد شجاني بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. سلام و صد سلام و درود به همه شما عزیزان، همه شما خوبانی که خداوند بر شما منت نهاده و فرصتی داده تا بریم به دیدن خانه خدا، به زیارت خانه خدا و حج بیت الله. و به شما عزیزانی که این فرصت مهیا نشده اما فرصت دیگه‌ای خداوند در اختیار شما گذاشته، فرصت شوق، فرصت عشق، فرصت اینی که قلبمون رو بفرستیم به حج، فرصت اینی که یک آهی از دلمون بر بیاریم که ای کاش منم میتونستم برم حج. با همین آه، با همین نیت، اجر اون حاجی که هم مالش رو داده، هم زحمتش رو کشیده و هم در این مسیر حرکت کرده رو ما هم به دست بیاریم. حج یکی از بزرگترین عبادت‌های خدا، یکی از بزرگترین شیوه های عبادی که ما رو به خداوند نزدیک میکنه. جسم ما به حرکت در میاد، مال و ثروتمون در این راه انفاق میشه، خرج میشه، قلبمون، دلمون پر از شوق میشه، عشق میشه، عبادت میشه برای ما لذت. اینجاست که خب یادمون میاد که خداوند متعال وقتی ما صداش میزنیم لبیک اللهم لبیک، خدایا چشم دارم میام، به سوی تو دارم میام، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک بار الها هیچ کسی رو غیر از تو قبول ندارم، چشم دارم میام، دارم میدوم به سوی تو. ان الحمد و النعمت لک، همه ثنا و مدح و ستایش از آن توست. لا شریک لک، هیچ شریکی نیست با تو، هیچ خدایی نیست مگر تو ای خدای من، تو ای خدای من که به من گفتی، یادآورم کردی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من شما جنیان و انسانها رو درست نکردم مگر این که من رو عبادت کنید. بس عبادت میکنم خدایا. این در مدرسه حج میام که تربیت میشم بر بندگی. بندگی در چی؟ بندگی در همه چی. معیار بندگی من اینه که من تمام دیدم خداست، غیر از خدا رو نمیبینم. تمام وجودم در پی خداست، در پی رضایت خداست، غیر از خدا رو نمیبینه. معیار بندگی من این هست که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بله، نمازام، عبادتام، روزهام، صدقهام، اینا و حیاتی و مماتی، زندگیم، محیای و مرگم، هر آنچه در مسیر زندگی من هست برای خداست. یعنی کل زندگیم عبادته. عبادتم تنها نماز و روزه و حجم نیست. اینها مرکزهای تربیتی، مکتبهای تربیتی است، مراکز شارژ است که منو شارژ میکنن، میدن تو زندگی. نمازم
منو شارژ میکنه میده تو زندگی که چی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که من وارد محیط زندگی شدم دیگه اونجا نه فحشا نه منکر. چرا؟ چون که من با نماز واکسینه شدم، این مشکلات نباید پیش بیاد. با حج تزکیه میشم، ساخته میشم. بر چی؟ بر تلاش، بر جهاد، بر تحمل خستگی ها، بر حرکت، بر سازندگی، بر امر به معروف و نهی از منکر، بر وجود در یک جامعه بزرگ، بر تحمل دیگرانی که منو هول خواهند داد، دیگرانی که منو تنه خواهند زد، دیگرانی که به من ظلم خواهند کرد، دیگرانی که پاشو رو سر من میذاره، همه اینها رو تحمل میکنم. چرا؟ چند من مؤمنم و مؤمن الذی یخالط الناس و یصبر علی اذاهم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس و لا یصبر علی اذاهم. مؤمنی که با مردم در بین مردم لول میخوره، بر سختی هایی که از مردم میاد، بدی هایی که از مردم میاد، ظلم و ستمی که میکنن صبر میکنه، این بهتره از اون مؤمنی که میره توی غار میشینه، تو مسجد میشینه، عبادت خدا میکنه که چی؟ من از دنیا بریدم. نه خیر، این بی ارزشه. اینه که من اومدم اینجا بندگی رو به یه مفهوم دیگه میبینم. بندگیم در قلبم هست، قلبم عبادت خدا میکنه. عبادت قلبم چیه؟ عبادت قلبم تواضعه، عبادت قلبم توبه است، عبادت قلبم توکل بر خداست، عبادت قلبم ترس از عذاب الهی است، عبادت قلبم امید است به خداوند منان، عبادت قلبم محبت و عشق است به رسیدن به خداوند. و عبادتم هر کاری که میکنم با عشق میکنم، با محبت میکنم، با شوق میکنم، احساس آرامش میکنم وقتی به دیگران کمک میکنم، احساس سعادت میکنم وقتی کسی رو به حقی دعوت میکنم، احساس خوبی میکنم وقتی کسی رو از یک بدی نجات میدم و تذکری میدم. چشم به عبادت مشغول میشه، اون چیزی رو میبینه که خدا میخواد، اون چیزی که خدا ازش نفرت داره بدش بیاد، اون رو چشم نمیبینه، به طرفش هم نمیره. دستم عبادت میکنه، دستم هرگز کسی رو به ظلم نمیزنه، چون دستم مخلوق خداست. عشق عبادت داره، عشق انفاق در راه خدا داره، عشق کمک کردن مستمندان و ناتوانان داره، عشق کار و تلاش داره برای چرخاندن به اصطلاح جامعه. بندم به من نزدیک میشه با چی؟ با کارای نافله، با کارای خوب، تا جایی که من خدا چشش میشم، گوشش میشم، دستش میشم. یعنی چی؟ یعنی دستش، گوشش، پاش، حرکتش، جسمش حرکت نخواهد کرد مگر در اون چیزی که در اون رضایت خداوند هست. مدرسه حج میاد همه ما رو به این صورت تربیت میکنه. یک عبادت ویژه، عبادتی که در اون جسم به حرکت افتاده، عبادتی که در اون مال انفاق شده، عبادتی که در اون قلب به حرکت اومده. این قلبی که مکه اون رو چون مغناطیس کسب میکنه. مکه چیه؟ کعبه چیه؟ کعبه مغناطیس قلب هاست که ما رو میاره به طرف خودش. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی، خداوند بر مؤمنانی که توان دارند این حج رو گذاشته که به سوی اون بر بکشند، برن، و کسی که نمیخواد بره نره. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. تهدید الهی است. کسی که نمیخواد نخواد، کسی که کفران نعمت میکنه بکنه، خداوند به کسی نیاز نداره. اون کسی که کفران الهی میکنه بکنه. خداوند از همه مستغنی است، از همه بی نیاز است. حج و عمره یک فایده است برای من و شما، یک سیقل دادن، یک سنباده کشیدن. حج و عمره ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید. حج و عمره این
فقر و ناداری که ما ازش میترسیم، گناهانی که دلمون رو سیاه کردن، اینها رو سنباده میکشه، اینها رو پاک میکنه. مثل همون آهنگری که آهن زنگیده رو میذاره تو آتیش، این آتیش میاد این زنگ رو میسوزونه، آهن معدن صافش میاد بیرون. طلا همه شوائب و همه چیزایی که اشغالی که بهش رفته داخل همه ازش جدا میشه، صاف میشه، معدن واقعی میاد بیرون. این مدرسه حج، مدرسه ای که ما را بر معنای عبودیت و بردگی خداوند تربیت میکنه، ما رو میکشونه به یک فضای دیگه. و چه کار میکنه؟ الحج یهدم الذنوب التي كانت قبله، همه گناهانی که قبل از حج داشتیم همه رو حج میاد دور میکنه. من میشم رجع کیوم ولدته امه، از حج میام طوری میام که انگار هیچ گناهی. الان من از مادرم به دنیا اومدم یک طفل معصوم. طفل معصوم گناهی نداره، اما فرق من با طفل معصوم چیه؟ اینه که من هیچ گناهی ندارم چون طفل معصوم، اما یک عالمه نیکیا و خوبیا دارم. یعنی بوی من بوی صفاست. حج یک پاکی هست، حج دعوت هست بر پاک شدن، حج دعوت هست بر فرشته شدن، حج دعوتی هست بر عروج بر فرشتگان، از فرشتگان هم بهتر شدن. چطور؟ خداوند متعال یک قانونی گذاشته برای حج: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی که به حج میره در اونجا هیچ کار اشتباهی نمیکنه، هیچ اتباع و پیروی از شهوتش نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه که اون رو برگردونه به اون منجلاب گناه. این فرد میاد از حج برمیگرده معصوم از کل گناهان، همراهش هست بارهای اجر و پاداشی که از جانب خدا گرفته. این کسی که از خونش بر اومد و گفت لبیک اللهم لبیک، دارم پیش تو ای خدا میام، این رسید، این شد ملکوتی. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اعتراف کرد به بزرگی و عظمت خداوند، اعتراف کرد و اقرار کرد به بندگی و خردی و خاکساری خودش. این فرد دیگه رسید به مبتغاش، این فرد رسید به مرادش که همون خدا باشه. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. خوش به حالتون، خوش به حالتون ای حاجیان، خوش به حالتون که شما مهمانان خدایید. الحجاج والعمار وفد الله، حاجیان و معتمران، اونایی که برای عمره میرن، برای حج میرن، اینا مهمونای خدا هستن. دعاهم، خداوند اونها رو خواست، فاجابوه، لبیک گفتند به دعوت خداوند، داد کشیدند. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اومدند پیش خداشون، خونه خداشون، دعا کردند. سألو، دعا کردند، از خداوند خواستند. فاجابهم، خداوند خواسته های اونا رو برآورد کرد. یعنی چی؟ اینا مهمون خدان، از خدا اونا رو خواسته. اگه خدا تو رو نخواد هرگز نه به حج میرسی نه به عمره. خدا خواستدشون، لبیک گفتن،
اومدن به مهمونی خدا، اینجا درخواستایی دارن، حتما درخواستا پذیرفته میشه. حاجی مستجاب الدعوه هست، کسی که به عمره میره مستجاب الدعوه هست. امن یجیب المضطر اذا دعا، کیه که انسانی که مجبوره رو دعایش رو قبول میکنه؟ اما چی؟ باید دعامون هم دعا باشه دیگه، دعای مضطر باشه، دعای مجبور باشه، دعای خاکسار باشه، دعای برده باشه، دعای بنده‌ای باشه که غیر از خدا هیچ کس رو نداره. بعضی وقتا هست که ما هم خیلی دیگه کج میشیم، دعا میکنه میبینی طرف نشسته همچین لرد آمین آمین. این دیگه چه وضع شد؟ اینو نگفتن دعا. دعا اون وقتیه که تو بیایی خاکساری و بردگی و بندگی و خضوع و خشوعت رو در مقابل خداوند متعال نشون بدی، نشون بدی که بنده خدایی، نشون بدی که محتاج و نیازمند خدایی. کیه که دیگه این مضطری که هیچ راهی نداره این رو دعایش رو قبول نکنه؟ اخذ بالاسباب کردم، همه وظایف رو انجام دادم، من پیامبر از مکه مکرمه حرکت کردم به هجرت، خطر دنبال من هست، رفیقم ابوبکر رو با خودم گرفتم، تمام اون چیزی رو که باید انجام بدم انجام دادم، اومدم زیر یک سنگی پناه گرفتم در غار ثور، دشمن اومده بالای سرم، من دیگه دیدن من توسط دشمن دیگه این شاهکار نیست، هر کی بیاد اینجا منو میبینه و دشمن تازه اومده اینجا. الان من نیازمند، من مضطر، من که هیچ راه فراری ندارم، تنها خدا رو دارم، تنها خدا رو دارم. الان که ما رأیک یا ابابکر باثنین الله ثالثهما، اول چه فکر کردی؟ ما غیر از خدا کسی رو نداریم، خداوند دیگه محاسب ماست. دشمن میاد همونجا اونا رو نمیبینه، چشاش این جرأت رو نمیکنه که اون چیزی که خدا نمیخواد صورت بگیره. خدا نمیخواد که توی چشمای کافر پیامبر رو در اینجا ببینی. چشم مخلوق خداست، میگه چشم خدا نمیبینمشون. پس من چه کار کردم؟ اومدم اون کاری که باید میکردم رو کردم. وسارعوا الی مغفرة من ربکم، من با تمام عشق و علاقم حرکت کردم، اومدم لبیک گویان به حج، اومدم اینجا تا نشون بدم که من همه مهارم رو به تو سپردم. ای خدا، من تسلیم کامل تو هستم، تسلیم منی ای بنده من، اطیع الله و رسوله، فرمان برداری کن از من و پیامبرم. پس همه کارهایی که تو حج میکنی باید وفق اون چیزی باشه که پیامبر انجام داده. اون کار رو کردی، تو بنده ای، تو بنده ای، تو به شرف بندگی رسیدی. آه چه شرفی، چه شرفی بالاتر از این که من بنده خدا باشم. بنده خدا بودم یعنی خاضع خدا هستم، این شرف رو از خدام گرفتم. این شرفی که پیامبران در کمال ذل و خاکساری از خداشون کسب کردن. پیامبر اسلام وقتی خداوند متعال میخواد مقام این پیامبر رو نشون بده، این پیامبر من مقامش بالاتر از جبریل هست. در اینجا چی بهش میگه؟ نمیگه محمد قریشی عربی بچه عبدالله و عبدالمطلب و ابراهیم و فلان، نه، میگه سبحان الذی اسری بعبده، سبحان الذی اسری، پاک و منزه است اون خدایی که بندش رو برد، به اسرا برد، به معراج برد، از ملائکه بالا برد، جایگاه داد، به شرف بندگی داد، با شرف بندگی از همه خلایق زد جلو. شرف بندگی،
نعم العبد انه اواب. این پیامبر ما چه خوش بنده است. این توبه گذار ما، این که در مقابل خداوند اشک ندامت میریزه، اشک خاکساری و ذلت و خواری میریزه، چه خوش بنده است. پیامبران رو خداوند متعال ذکر میکنه وذکر عبادنا، بندگان ما رو بیاد بیار. در سیرت و سریرت بندگان ما نظر کن. بندگان ما، بردگان ما، اینهایی که ما، اینا مؤمنان اصلی. اون طرف به مؤمن میگه در قادسیه، میگه آقا شما رو کی آورده اینجا؟ جواب مؤمن رو ببین. اسلام ما چی است؟ اسلام ما این است که یخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کار اسلام اینه، اخراج کردن، بیرون کردن بندگان از ذلت و خواری در مقابل همدیگه، اونا رو گرفتن و بنده خدا کردنه. ما که همدیگه رو پرستش میکنیم، در مقابل همدیگه ذلت و خواری نشون میدیم، میایم برده همدیگه میشیم، خداوند میگه نه، بنده طاغوت نباش، بنده یک بنده دیگه نباش، بنده شهوت دیگه نباش، بیاد بنده خدا باش. هدفی که تو را ازش خلق کردم عبادت من الله هست، من آفریدگار هست. وقتی که تو من رو عبادت میکنی، اینجاست که تو به شرف و مقام میرسی. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. این حکم خداست که عبادت نکنید مگر خدا را. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر کرده شدن مؤمنان فقط و فقط به این که خدا را با تمام اخلاص، با تمام اخلاص و خاکساری و ذلت عبادت کنند. در مقابل خدا ذلیل و خوار شدی، در پیش خدا و خلایق عزیزی. اینه که از خونت برمیایی، همین شعارت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ای خدای من، چشم حرکت کردم به سوی تو بیام، چون که من بنده تو هم، تنها بنده تو ای خدای منان. نداء الحق صوت قد شجاني. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. یک بار دیگر شما عزیزان را به برنامه درس های از حج خوش آمدید می گویم. بحث ما پیرامون این شعار محبانه حجاج هست، لبیک اللهم لبیک. چقدر جملات زیبا و کلمات زیبا و جملات دلنشین دارد.
و چقدر انسان را به وجد و با او ذوق و شوق و با او عظمت و بزرگی سوق میدهد و انسان جایگاه خود را درک میکنه که من برای کی میگویم به خدمت استاده هستم؟ به خدمت الله، به خدمت احکم الحاکمین، اعدل العادلین، به خدمت مالک یوم الدین، به خدمت او ذاتی که صاحب عرش و فرش است، خالق زمین و آسمان هست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. در جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته این را بیان کردیم که دروسی که حاجی از این شعار خود میگیره اینه که باید معرفت به توحید داشته باشه و شناخت از شرک داشته باشه تا اینکه نشود که شرک و توحید را با هم خلط و مخلوط و بالآخره نفهمه و ندانه شرک چیست، ندانه توحید چیست. در این راستا خیلی در طواف دیده شده و از دوستا شنیده شده که انسانهایی که لذت توحید و حلاوت توحید را نچشیدن، همون عادتشان که در کنار قبرها هم فریاد یا حسین و یا حسن و یا علی و یا فلان و فلان را سر میدن، در طواف هم هنوز شعار مشرکانه. پس اینها از حج درس نگرفتن، بهره نگرفتن. کنار خانه خدا، کنار کعبه، جایی که باید 100% و 1000% باید شعار توحیدی باشه، اما چون او انسانی که هنوز الفاظش الفاظ مشرکانه و دعایش دعای شرکامیز و طلباتش طلباتی که آلوده به شرک و اینهاست، این در حقیقت او حلاوت و شیرینی توحید و یکتاپرستی و اینها را نچشیده است. پس حاجی محترم چه کار باید کرد؟ باید شرک را بشناسه و توحید را بشناسه که در جلسات گذشته و پیرامون شناخت شرک و شناخت توحید صحبت شد. حالا شاید که حاجی بگویه که من توحید را هم شناختم، شرک را هم شناختم، یک موحد شدم، یک یکتاپرست شدم. فواید این توحید چیست؟ این توحید و یکتاپرستی چی فایده داره؟ موحد بشیم، یکتاپرست بشیم، شروط هفتگانه لا اله الا الله را باید بفهمیم، بدانیم. در وقتی این لا اله الا الله را میگیم باید با اون شروطی که بیان شد از علم و اخلاص و از ادامه این شروط که گفته شد، از محبت و انقیاد و همه اینها باید رعایت بشه. خب اینها را شخص بگه من رعایت کردم، توحید را هم فهمیدم، شرک را هم فهمیدم، از شرک بیزار شدم، رو به طرف توحید و یکتاپرستی آوردم. حالا فواید توحید چیست؟ من رفتم در حج، حاجی میگه من رفتم در حج کردم، خالصانه و مخلصانه و موحد شدم، پیرو واقعی ابراهیم علیه السلام شدم. فواید و ثمرات توحید و یکتاپرستی چیست؟ به طور خلاصه و فشرده اینه که اول الله سبحانه و تعالی از انسان موحد راضی هست. الله سبحانه و تعالی از انسان موحد اظهار رضایت میکنه. صحابه
شعارشان همین بود که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، کاری که انجام میدادن رضایت الله را طلب میکردن. الله در شأن صحابه گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه. اعمال صحابه کاملا خالصانه و مخلصانه بود. الله سبحانه و تعالی وقتی که ایمان و توحید و یکتاپرستی صحابه را دید از اونها اظهار رضایت کرد. پس اولین فایده از فواید توحید و یکتاپرستی رضایت الله سبحانه و تعالی که بزرگترین و بالاترین مدال و جایزه برای یک بنده هست، این نصیب موحدین میشه، نصیب یکتاپرستان میشه. دوم، لقاء پروردگار. الله اکبر. وقتی تو با توحید کامل، همانطوری که کعبه معظمه نصیب تو انسان شد، لقاء پروردگار نصیب موحدین میشه. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امیدوار هست که لقای پروردگار نصیبش بشه، اینجا نصیب تو حاجی محترم که به اخلاص کامل با یقین کامل حرکت میکنید و شعار توحیدی را سر میدید، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. اینجا این عمل صالح را تو انجام دادی. وقتی که عمل صالح را انجام دادی، یرجو لقاء ربه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. عمل صالح را انجام دادی و در این عمل صالح رنگ و بوی شرک نداشت، اینجا چی میشه؟ ثمره و نتیجه لقاء پروردگار نصیب میشه. لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس دیدار پروردگار نصیب کی میشه؟ نصیب موحدین، یکتاپرستان، آنهایی که تمام اعمال آنها خالصانه و مخلصانه صورت گرفته است. سوم، دور شدن از عذاب جهنم. انسان موحد در جهنم نمی سوزه. آتش جهنم بر موحدین و یکتاپرستان، با اونهایی که اعمالنا خالصانه و مخلصانه صورت گرفته، آتش جهنم بر اونها حرام شده است. همانطوری که جنت برای مشرک حرام هست، جهنم برای موحدین حرام شده. آتش جهنم موحدین و یکتاپرستان و اونهایی که اعمالشان، عباداتشان خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی صورت گرفته، عذاب جهنم دامنگیری اونها نمی شود. چهارم، آرامش روحی و قلبی در زندگی انسانهای موحد. انسانهای مشرک همیشه نگران، مضطرب، حیران، سرگردان، جسماً، روحاً. اما انسان موحد چون همه را از خدا میدانه که اگر روزی پایش با سنگ گیر میکنه، ظاهرا شر میپنداره، اما روزی این به خیر تمام میشود. چون رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. کار مؤمن تعجب آور هست. کل امور مؤمنین، موحدین، یکتاپرستان همه خیره. برای مؤمن ان اصابته سرا، اگر برای انسان مؤمن عمل خوشحال کننده رسید، فشکر فکان خیرا له، شکر الله سبحانه و تعالی را انجام میده. و این اصابته ضرا، اگر برای انسان مؤمن و موحد مشکلات آمد، فصبر فکان خیرا له، خوشی آمد شکر، غم و اندو و مصیبت آمد صبر، فکان خیرا له. پس از جمله فواید توحید و یکتاپرستی آرامش روحی قلبی نصیب انسان موحد میشه. دیگر این که تحمل در مقابل همه مصائب و مشکلات.
انسان موحد وقتی که میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در مقابل تمام مشکلات صبر میکنه، الله سبحانه و تعالی برای ازی صبر و استقامت عنایت میفرمایه. بلال حبشی وقتی موحد شد هر قدر او را شکنجه میکردن احد احد میگفت. او صبر و استقامت برای بلال کی داده بود؟ توحیدش، یکتاپرستیش. او خدایی که به یگانگی او را شناخته بود، ذاتی را که عبادت و پرستش میکرد، اگر جسم بلال شکنجه میشد ولی روحاً و قلباً بلال آرامش داشت. پس از جمله فواید و ثمرات توحید و یکتاپرستی اینه که انسان در مقابل مصائب و مشکلات صابر میشه، استقامت پیدا میکنه، چون میدانه که این مصیبت میگذره و در مقابل این مصیبت الله اجر عظیم و ثواب عظیمی را در پی گذاشته و در آخرت مقام و منزلت انسان موحد بلند میره و در آخرت درجه انسان موحد در جنت الفردوس بلند میره. پس فواید توحید زیاد هست. ادامه فواید و ثمرات توحید و یکتاپرستی به این که حاجی شعار توحیدی هست. چرا موحد بشه و شعار توحید و یکتاپرستی داشته باشه؟ چون این فواید دامنگیرش میشه، این فواید نصیبش میشه که ادامه این فواید و ثمرات بعد از میان برنامه انشاءالله بیان میکنیم. با ما باشید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون شعار حجاج که زمزمه حجاج هست، محبت حجاج با این شعار توحیدی هست که در هر مسیری که حجاج روان هستند از زمزمه صوت حجاج هر طرف تنین انداز هست که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. گفتیم این شعار موحدین هست، شعار یکتاپرستان هست. توحید چی فایده و چی فواید و چی ثمراتی داره؟ اشاره کردیم که رضایت الله سبحانه و تعالی به دست می آیه، لقاء پروردگار نصیب میشه، از آتش جهنم انسان موحد دور میشه، آرامش روحی و روانی و جسمی حتی برای انسان موحد دست میده و همچنین انسان موحد در مقابل همه مصائب و مشکلات دارای صبر و استقامت میشه. دیگه چیست فواید توحید؟ فواید یکتاپرستی، فواید این که شخص میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. این کلمه مبارکه، کلمه طیبه، این توحید یکتاپرستی دیگه چی فوایدی داره؟ فوایدش چیست؟ از جمله فواید توحید و یکتاپرستی پایبندی به عهد و پیمانی که انسان در ابتدا با رب خود بسته بود. الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. در روز اول عهد و پیمانی که گرفته شده بود، و عهد و پیمان چی بود؟ عهد و پیمان توحید. الله سبحانه و تعالی در ابتدا ذریه آدم را وقتی که خلق کرد گفت الست بربکم، آیا پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، چرا هستی؟ پس
انسان با خداوند عهد و پیمان بسته کرد که من تو را به یگانگی میشناسم، تو شریکی نداری، مثل نداری، مانند نداری. پس موحدین امروزی، یکتا پرستان، بندگان موحد الله سبحانه و تعالی، وقتی من میگم موحد و یکتا پرستان، همه امت اسلامی، هر انسانی که لا اله الا الله را به زبان میاره و قلبش تصدیق میکنه و با او شروطی که گفته شد عامل هست، این موحده. که الحمدلله همه مسلمان ها، همه امت اسلامی جز موحدین هستند، جز یکتا پرستان هستند. پس این فایدهش و این ثمرش که این انسان با او عهد و پیمانی که با الله بسته، با او عهد برقرار هست، عهد شکنی نکرده. قولی که با الله داده به اصطلاح زیر قول خود نزده. امروز نیامده نگفته عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، فرشته ها، ملائکه بنات الله، نگفته فلان شفا میده، فلان بالآخر غیب میدانه. انسان موحد شعارش چیه؟ حرکت میکنه طرف خانه الله و فریاد میزنه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. خدمت استاده هستم و شریکی نیست برای تو. پس انسان موحد با او عهد و پیمان که با الله بسته بود برقرار گذاشته و این عهد و پیمان را محکمتر نموده و آمده با صراحت کامل فریاد میزنه که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. دیگر از جمله فواید و ثمرات توحید و یکتا پرستی اینه که فرق بین کافر و مسلمان. انسانی که میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی میگه من مسلمانم، من موحدم، من یکتا پرستم. اما انسانی که موحد نیست، یکتا پرست نیست، او میای شعارهای شرکانه و بالآخره اینها را سر میده. پس توحید جدا کننده حق و باطل، توحید از جمله فوائدش و ثمراتش جدا کننده اهل جنت از غیر اهل جنت، جدا کننده خوشبخت و بدبخت. می توانیم به تعبیر دیگر از جمله فوائدش اینه که موحدین دوستان الله سبحانه و تعالی و مشرکین دشمنان الله سبحانه و تعالی. دیگر از جمله فواید توحید اینه که توحید در امور مأمورات، چیزهایی که امر شده، الله امر کرده به توحید، اولین چیز هست. خیلی مهمه. از مأمورات الله سبحانه و تعالی توحید اولین هست. از منهیات الله سبحانه و تعالی اولین چیست؟ اولین شرک هست. پس انسان موحد چه کار کرده؟ به او عظیمترین امر پروردگار عالم که توحیده چنگ زده و متمسک شده و همچنین بزرگترین چیزی که الله منع کرده و گفته از او دور بشیم، بیزار بشیم، که شرک هست، انسان موحد از او دور شده و از او اظهار براءت و بیزاری جسته. دیگر این که توحید مرتبط به قبولیت اعمال هست. الله سبحانه و تعالی چی زیبا می فرماید؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اگر میخواهید اعمال تو مورد پذیرش الله قرار بگیره باید موحد بشی. پس اعمال موحدین به پیشگاه الله قبول میشه، نه اعمال اونهایی که اعمالشان به شرک و به خرافات و اینها آلوده باشه. فایده اخیرش را بیان میکنم و چون در پایان برنامه رسیدیم،
اینه که توحید محو کننده گناهان انسان هست. یکفر الذنوب، دور میسازه، محو میکنه گناهان را. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، الله اکبر، خوشا به حال موحدین، خدایا همه ما را از زمره موحدین داشته باش، از جمله موحدین داشته باش، از جمله کسانی که تو از اونها راضی هستی. خدایا ما را، همه بینندگان ما را، همه عزیزان و همه امت اسلامی را از جمله کسانی بگردان که تو از اونها اظهار رضایت کردی. رسول صلی الله علیه وسلم می فرمایند که الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یبن آدم، ای فرزند آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم، سبحان الله، خیلی دقت کنید با این حدیث قدسی که الله سبحانه و تعالی میفرماید ای فرزندان آدم، یعنی آدم که پدر شما بود، خطا کرد، لغزش کرد، توبه کرد، من او را بخشیدم. شما هم اگر گناه کردید و خطا کردید و لغزش کردید، توبه کنید. اگر آمدید مرا و ملاقات کردید مرا به قراب الارض خطایا، شما با یک کوها اندر کوها گناه آمدید، ثم لقیتنی، و مرا ملاقات کردید، لا تشرک بی شیئا، که شرک نکرده بودید، در اعمال شما شرک نبود، هر گناهی که دیگه داشتید، من چه کار میکنم؟ ببینید که غفار الذنوب چی میگه، رحمان الرحیم چی میگه؟ میگه لاتیتک بقرابها مغفره. الله اکبر. اگر در اعمال شما شرک نبود، همه گناهانی که شما آوردید اونها را همه را تبدیل میکنم به چی؟ به مغفره، به آمرزش. همه گناهان شما را میبخشم. پس خیلی باید دقت بشه به اینی که حاجی وقتی که احرام میبنده و این شعار را بر زبان میاره، از ابتدا الله سبحانه و تعالی میخواه این را پاک و صاف و زلال بگردانه و اعمالش را خالصانه بگردانه. به اینه که حاجی از ابتدا میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ای الله من به خدمت استاده هستم، ای الله من بیزار از شرکم و رو به طرف توحید و یکتا پرستی میارم و شریکی برای تو نیست، شریکی نداری، مثل نداری و مانند نداری. پس از جمله فواید توحید اینه که اگر با شله‌های از گناه انسان الله را ملاقات کنه که در اعمال شرک نبود، الله گناهانش را میبخشه. این بزرگترین فایده توحید و یکتا پرستی است. الله همه ما را از جمله و از زمره موحدین بگردانه و اعمال ما را از شرک و از هر نوع بدعت و خرافاتی که هست پاک بداره. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های حج هست، شما عزیزان و بزرگواران را به ذات یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Mm-hmm.